همراهشان مصاحبه میکنیم، بعد میریم براشان یک ذره مواد خوراکی میگیریم. و از شما هم خواهش میکنیم که کانال ما را سابسکرایب بکنین. یک پاجوش یک دیگه داشت جورم تو معده است. یعنی بچه‌م از چند سال پیش یاد سید؟ 6 سال. این 27 رمضان 6 سال میشه. با مبلغ 3620 افغانی مواد خوراکی خریدیم. تنها البته مواد خوراکی نبود. این روغن زرد است. رنگ است مقصد بدون رنگ. مثل روغن زرد داره نیست؟ هر رقم کلمه چی هر رقم بود باشه رنگ کنی کنش. دو روز برش وعده کردم یک روز دیگه ما تو مکان پیش میایم. این روز دیگه وعده خود عمل کردم، پیشان آمده 490 روغن، 350 برنج، 80 روپه آش، 220 لوبیا، 160 نخود. Why you came back? Because of Islam, because I'm a Muslim and I wanted to know how to be a Muslim. The culture, the situation was not good. زه پښتو هم غږیږم سړی چې د خپل هېواد ژبه زده نه لري دا د بل هېواد ژبه څه وکړي. اول باید د خپل هېواد ژبه زده ولري. بیننده‌های عزیز ما پیش یکی از وطندارای عزیز ما دو ماه پیش خوشبختانه دوباره همراهشان سر خوردن. فرق کنید خوش باشید. افتخار ما است. سلامت خانم بخیر باشید. از شما یک تشکری ویژه میگم. بیننده‌های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 16مین روز ماه مبارک رمضان و 16 مارس 26 اوت است که ما همراه همکارم باز هم در خدمت شما هستیم. یک تشکری ویژه میکنم از تمام هموطنان عزیز ما که در این ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار گرفتیم. از آقای کریم رحمانی می تشکری ویژه میکنم که پولی را ارسال کرده بودن. ما برای یک نفر دیروز از پولی آقای کریم رحمانی مواد خوراکی خریدیم و امروز هم یک نفر را ما تارگت کردیم. حالا ما سیستم خود تغییر دادیم، در شهر میگردیم و یک نفر که واقعا مستحق هم هستن، مستحق تر ما پیدا میکنیم. یکی را پیدا کردیم در چپ کوچه بردیم، چون اگر در سرک عمومی ما همراهش مصاحبه بکنیم 100 نفر دیگر جمع میشه در پهلوی ما. باز ما خود نمیتونیم به همه رسیدگی بکنیم. بیچاره ناامید میشه، هیچ دوست نداره که کسی مثلا زمانی که به یک نفر کمک میکنیم یک مستحق دیگر از پیشمون امید شه و خوب نیست واقعا اخلاقا. میریم او را همراهشان مصاحبه میکنیم، بعد میریم براشان یک ذره مواد خوراکی میگیریم. و از شما هم خواهش میکنیم که کانال ما را سابسکرایب بکنین. به حمایت شما ضرورت داریم. تاسو ټول ډیره مننه کوم از موږ یوټیوب کانال سره سابسکرایب کړئ که غواړئ چې په دې مبارکه میاشت کې مو صدقه او سرسایه و مستحقو کسانو ته ورسیږي نو موږ به په چوپړ کې ان شاء الله. بیننده‌های عزیز ما پیش یک از هموطنان عزیز ما هستیم که پیشتر میخواست او طرف بره و در چپ کوچه آوردیم مقتوم که دیگرها خبر نشو. امروز چند لحظه صحبت میکنیم، باز میریم برش از مواد خوراکی میگیریم. سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ شب و روز بخیر میگذره؟ خیر باشید. سلامت باشین. نامتان؟ فضل حمان. فضل حمان، چی شده شما را؟ چه مشکل دارین؟ مشکل این دولت پیش موتر زد گوری هر دو پای معده شد. تداوی زیاد کرد مال یک پای جوش یک دیگه داشت جورم تو معده است. یعنی بچه‌م از چند سال پیش یاد سید؟ 6 سال. این 27 رمضان 6 سال میشه. خانه چند نفر نان خورد؟ خانه 8 نفر. بچه کلانتان چند سال است؟ اینمی است پدر. امی است؟ بله دختر جوان دارم بچه نی. کی کار میکنه دیگه؟ میگردیم در میروی شهر دیگه. مستحق هستیم. یگان تا صدقه برتون بده؟ بله. بچه نیاز داری؟ کل چیز خودی داره است دوگان میخوام که بچه در مکتب خود بره در سواد خود بره دیگه. ما در این ماه مبارک رمضان یکی از
هموطنان عزیز ما یک مقدار پولی را برای ما ارسال کرده با نام کریم رحمانی، صدقه فطروزیش به خاطر که او مامتون مریض بود روزه گرفتن نمیتونستیم، باز گفتم رو به افراد مستحق تسلیم بکنیم. این حال خیلی ما شما میریم منډوی، باز براتون یک ذره مواد خوراکی براتون میگیریم. سلامت باشین خانواده. میریم خیر بخیر بریم. ما میریم برای وطندار عزیز ما یک ذره مواد خوراکی از منډوی میگیریم. شما برین ما میام طرفتان. و شما خوش میکنیم که با ما باشین. ما در جستجوی افراد مستحق هستیم که واقعا در این ماه مبارک رمضان امانت شما را برشان تسلیم بکنیم. با ما باشید. بینندگان عزیز، ما پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم. باز در منډوی مسار شریف هستیم. دو روز برش وعده کردم یک روز دیگه ما مکان پیش میایم. یعنی امروز دیگه وعده خود عمل کردم پیشان آمدیم. سلام علیکم. چه حالت؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ بخیر باشین. چطور است امروز ماه مبارک رمضان؟ شکر است. میگذره؟ شکر است. خوش نسی میشنه؟ عشق کدام؟ عشق کدام؟ نام خودمون تو میگذره آدمش خبر نمیشه. نه ان شاء الله هوا سرد است. نامتون؟ زلمه رحیمی هستم، یک از دکاندارای شهر مزار شریف. زلمه جان چقدر میشه دکان دارین؟ تقریبا 10 سال میشه خودم. 10 سال میشه. شما خاصی سوی ما خبر دارید که ما میتونیم بعضی افراد مستحق یک ذره مواد کمک میکنیم دیگه. بیجک کو چی خدا رو میکنید؟ دارم. شما قلم بیجک تانو بگیرید. باشه. ما براتون میگیم شما دیگه نوشته کنید. ما میفهمیم که ما از تمام قیمتام خبر داریم. ان شاء الله. خب آرد چند است؟ آرد 12 سال. بچه چا است؟ بچه چا. یک کوچی بگیرید. مقصد دلار خیلی پایین اومده. ان شاء الله مرات دیگه. روغن چند است 5 لیتر؟ 5 لیتر 5 سال. نه 490. نه او پنبه میگیرین 4.5 ساعت میتونیم. ندین روز ما از همسایتون 490 خرید. خیر گپ نیست. یک دانه. یک دانه. دیگه. برنج وطنی چند است؟ برنج وطنی 3.5 ساعت. هم در پلام. هم پلاو ان شاء الله. هم. دیگه. این 20 است 25. 25. 4 دانه از بگیر. آش. لوبیا چند است؟ لوبیا کیلو 110 روپیه. 2 کیلو بگیریم. لوبیا 2 کیلو دیگه. نخود 90 است. ماش 90 است. ماش آباد 90 روپیه، مایده 80 روپیه. 90 روپیه 2 کیلو ماش بگیریم. نخود کیلو وطنی خارجی. وطنی کیلو 80 روپیه. دیگه 2 کیلو نخود هم بگیریم. دیگه. ماش هم بگیریم 2 کیلو. آباد. آباد. دیگه. خب رود 100 روپیه است. 100 روپیه قسمش 90 روپیه کنه. نورس 100 روپیه است. 100 روپیه نورس. بله دیگه یک کیلو بگیریم. نیم کیلو چای چند است؟ چای 150 نیم کیلوش. نیم کیلوش؟ چای اول دو متوسط. دو نیم صد است نه؟ 240 روپیه. امورا نیم کیلوش بگیریم. چای دیگه. مکرونی چند است؟ 200 است؟ وطنی قزاقی. وطنی چند است؟ وطنی 190 روپیه. قزاقی چند است؟ 240 روپیه. نیم وطنی رو بگیریم. دیگه. خب ماهی ظرفی 100 روپیه است. کدام؟ قدر 150 ریکا 100 روپیه. خب 100 روپیه رو بگیریم. دیگه. دیگه سیفمون دیگه چی مون شکر است؟ شکر. 60 است؟ 55 روپیه. 2 کیلو شکر بگیریم. دیگه. صابون 25 است نه؟ دو قسم سه رقم 25 سه رقمش 20 روپیه. 20 روپیهش خوبش است. خب نوشته که چند دانه؟ 5 دانه. دیگه چیز نموندم کار. دیگه خود از ذهن ماست. حالا اگه حساب بکنیم شما زلمه چند؟ بس میکنه نوشته کنم. زلمه است. زلمه حیات الله. بله؟ حیات الله. یک جمع کنیم. باش. آش دانه 20 روپیه شما کن خان. سلامت تشکر. نه خود وطنی گفتم.
شکر است؟ شکر 55 روپیه 100 در. اینجا نکشیز مونه؟ چیز صابون است 5 دانه 20 روپیه 100 روپیه. 12 صدار 490 روغن 350 برنج 80 روپیه آش 220 لوبیا 160 نخود 160 نخود 180 روپیه ماش 100 روپیه رب 120 روپیه چای 190 مکرونی 100 روپیه ماهی 110 روپیه شکر 100 روپیه صابون 3400 3400 زلمه شما رو باز جمع بکنین. ما میریم یک کچالو و پیاز سور از میریم باز میره برای می من تسلیم میکنیم. چند شد؟ 3400 نباشه گپ نیست. سلامت 1 2 3 3000 نباشه گپ نیست. خواهش میکنم. 3000 تشکر خانه صدقانی برای ما تشکر. شما جمع بکنید. ما میریم کچالو و پیاز میخریم. صحیح درست است. صحیح سلامت خانه بخیر. تشکر. بخیر باشید. کاکا ما برای شما به مبلغ 3400 افغانی اینمی مواد خوراکی را از این دکاندار برتان میدیم. اینمی بیلش از خو 340 افغانی هم یک سیر کچالو و یک سیر پیاز شد. خانه تان در کجاست؟ خانه با کدیبر خلصالی دیدادی. خب یه باز چی رقم میبرین شما؟ در اینجا در غلطک بار میکنم میبرم به موتر خانه اونجا. خانه خیلی در کدیبر هست؟ بله بله. ما کرایش هم برتان میتونم. کرایه کدی برخه این 160 افغانی این کرایه کدی برختان بگیرین. سلامت باشین. این ما از پول یک وطندار ما به نام کریم رحمانی بود برگ سر سفره در رویش پول از اونا بود ما یک وسیله شدیم شما تسلیم کردیم. کاش میدونم در دل همه هم پولدارا رحم بگردم و غریب بیچاره کمک کنه. خدا دنیا و دنیا شو آباد کنه. هر ارمان دلش است خدا پاک باشه. آمین. سلامت باشین. خیر. بخیر باشین. بخیر باشین. هیچ چی رقم رنگ میشه؟ کدام رنگ میزنید دیگه؟ جان؟ کدام رنگ میزنید دیگه؟ سیاه و سرخ گات میکنم یا این ازی برات میزنم. این خودش رنگ است بی رنگ. هیچ رنگ نداره. رنگ همین بی رنگ رنگ. یم رنگ است؟ این چند است و چند است؟ خودش هم داره پا میگیرم هر کدام شد. ولی میشه؟ این دفعه رنگ کنم باز بگیرم. صحیح شده. خراب نمیشه بوت کنم رنگش همین رنگ میمونه. اینجا را مگه میگه اکشنش کنم بده. اکسرش کو خیر است. چند کار کردی امروز؟ هیچ. از کجا هستین؟ در مزار زندگی میکنین؟ مازن؟ جان. چه حال داری حاجی صاحب؟ خوب هستم جان. یک ملون دبا نگاه کو. ملنگ میخوری؟ نام خدا. والا شادی که نخوری موتر داری اینجا؟ در این کجا هستی؟ اینم داخل شهر. از صحبت از اصلاح نکنید. دیگه چی میزنی؟ این ردهی بوتا میزنم. روزانه چند کار میکنید؟ ما؟ الان یک روز میشه 100 روپیه 160 روپیه. بچه های تنم کار میکنه یا تنها خودتان کنه؟ چند نفر نانخور هستید؟ 3 نفر. 3 نفر. خانه کجاست؟ این کوچه بالا خانبر. امروز مریض هستم نمیفهمم. روزه هم هستیم؟ شتکای چه دیگه برده مسجد. من رفتم نماز خواندن پس آمده چپیاره بود
از ما هم برد اینمی یک بوتای دیگه من رو برد باز اینی رو خریدم خیر است دیگه اون هم ضرورت داره دیگه تو کنه از ما تو نگیر از کی دیگه خداوند قربانش هم یک کارهای میشه سلام که حالا رزقش سر تو سحری چی میخورین کاکا جان راست بگم فردمی چند شود بولانی میبود دیگه چیزی نیست سوخ گرفته چند شب است بولانی دیگه دلم سوخ من پخشه‌ای پالک خوردم سعودی پالک هیچ تشنه ما نیست چیزی که مردم میتن میخوریم کاکا هست خود من چیزی پخته نمیتونم و چی پخته کنم از این پیسه خدا مهربان شما بوتا رو رنگ کنین تو رو 11 به جناب بیا بریم در نماز خواهی خورده بوده والا از گوش رنگی خواهم تو از رمضان میگذره بخیر والا شکر چی عملی خونیستین کاکا عملی هستم عمل هم کم شد نمای رمضان یگان تا که نسواری باشه باز این روزه دیگه بعد از 6 امروز شون دیگه هیچ من کار سیگرت میزنم حالی کم شده یک خطور دو شاوله دیگه روزی 2 قطی میزنم 3 ترموز چای 3 ترموز چای والا روزان اینال جیفگی هم میکنه یک خطور دو شاوله خوبی از این رنگ همیست که تل خراب نمیکنه رنگ میکنه تل خراب نمیشه چی است که میزنی؟ این روغن زرد است رنگ است مقصد تو بدون رنگ مثل روغن زرد داره نیست هر رقم کرمه چی هر رقم بود باشه رنگ کنی کدش میشه مثل روغن کاری یک جا گرفتی؟ بوتل 30 روپیه میفروشه اغوربندی؟ حالا چپلکیات صبح برد امروز برد یا دیروز برد از کدام مسجد است مسجد قرغان نه من رفتم مسجد اینی شتایر در پایم بود اینجا یک جوری دیگه هم برای من قاری خیلی بود آفرین باز هم دیده که برده یک بچه گفت این شیشو سعی کرد گرفتم تو رفت اینالی او را برد محکمه میکنه تو بچه را خیلی اونو را سر از پیدا میکنه همین که دیده باشم میشه دوست پیدا شده که شما پیدا میکنین سرشان نه او خوب با میشناسن شاید از همین کوچه بوده کسی با کاکا اسد گمش که یکی را بیاب کنه چی بدن از ما را بود 1500 خریده بودم چه وقت برده شما را از ما را در افتید در نماز جمعه نماز جمعه را کجا خواندید اینجا نه در محل چی برآمدم که هیچ چیز نیست داخل شیشتم اما تو پایلوت میده سن خانه رفت پایلوچ پایلوت یگان کنر هم نمانده بود نه ظالم نه از ما را که برده بود خوب بود یگان کنر هم مانده بود بانه خوبه آه بیشک به خدا چه یک چاقوی خطرناک دارین کاکا بسیار خطرناک شد چیزی میگیره دود میکنه ها این رقم دود میکنه ها میسوزانه دیگهش هم کمی خطا خوردن بشم بر وقتی بودم دیگه خلاص شد دیگه بخیر نه چند با چپیا میشه چپیا میشه چند سال باشه که کاری همه رنگی بوتا میکنین شما حالا ما اصلا بچه معلوم هستیم ما معلوم هستیم تقاعد کردین؟ نه دیگه حوصله ندارم یه حوصله همراه ما تا منده ای را میریم بریم ما یک ذره مواد خوراکی براتون میگیریم خیلی این خلاص شد ایلا خو نمیکنن نه یک دقیقه صبر کنیم صبر
این تر بچسبم. خلاص شد. چیزایتان را جمع کنین. ما و شما میریم. دمی کاکا قصاب تسلیم کنین. عزیز معلم صاحب یک سرمایه معنوی است. زبان معلم صاحب چند زبان یاد داری؟ من زبان انگلیسی، روسی، پشتو، ازبکی داری. Do you speak English? Yes, I do speak and Where did you learn English? long time ago I lived in England. 5 years I stayed there. How many years ago you lived? Somewhere about 19, 20 years ago. 20 years ago you were in England. Yes, in a program of repatriation. I repatriated back to Afghanistan. Why you came back? Because of Islam, because I'm a Muslim and I wanted to know how to be a Muslim. The culture, the situation was not good. No, I lived long time in Russia. From primary school till university, I studied all idioms in Russian language. I grew up in orphanage in Russia. So that's why I just been a long time away from Islam. Yeah. I lost myself. It means you know Russian as well. I am fluent in Russian language from primary till university. But unfortunately we don't know Russian. Would you mind speak a little bit Russian? No, I do. Of course I will speak for you. Go ahead. Can I say some poems in Russian? Yeah. All right. Хорошо. У лугоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там лещи бродит, и русалка на ветвях сидит. معلم صاحب یک چیز بگو در زبان روسی بگو، چینل انمی وطندار ما رو بگو فالو کنین، سابسکرایب بکنین در روسیه بگین در روسی. Могу вас попросить, те, кто смотрит это видео, попросить вас, чтобы вы, как говорится, дали лайк этим людям, которые занимаются добротой. Они всем своим телом и душой помогают бедным людям. پښتو څنګه؟ دا سه پښتو درته وغږېږم چې خپله وایې شپاله دا څرنګه سړی زه به اتلس درته وایم معلم صاحب ماشاءالله الحمدلله. زه پښتو هم غږېږم سړی چې د خپل هېواد ژبه زده نه لري دا د بل هېواد ژبه څه وکړي. اول باید د خپل هېواد ژبه زده ولري. معلم صاحب ډېره مننه کور مودان ولا تاسو زموږ ویاړ یاست، تاسو زموږ افتخار یاست. یو کس دی د کریم رحماني په نوم یې موږ ته څه پیسې رالېږلې وې، نو برگ صف صوفه در رویش از امو یک مقدار مواد خوراکی برای شما میگیرم که چند روزی که از رمضان مانده همراه اعضای فامیلتون هم بخیر سپری بکنید. جناب افتخار سلامت باش. شما همه راحت بشینید، ما قدم دکاندار صحبت میکنیم از مواد براتون میگیریم. درست؟ خدا کنه چیزی اضافه نگفته باشه. نه معلم صاحب شما استعداد که هست در جیب آدم نمیباشه. نه شما گفتید انگلیسی بگه پرفکت هستین. بسیار اصل پرفکت شما هستید که شما به مردم کمک میکنید. سلامت. ما یک وسیله هستیم، پول مردم است، ما فقط یک وسیله هستیم. خب امورم خداوند هر انسان وسیله نمیسازه، شما را انتخاب کرده. سلامت. بسیار خوش هستم. خیر ببینید شما. سلام. باشه معلم صاحب با ما باشه.
بینندگان عزیز ما پیش یکی از وطندارای عزیز ما یک 2 ماه پیش خوشبختانه دوباره امروزشان سر خوردن. از اینا مواد خوراکی میگیریم. یک باشی نامخواه بسیار با اخلاق. سلام علیکم. السلام علیکم. چه حال دارید؟ بخیر هستید؟ بخیر صحتمند. خیرت. شب روز بخیر بگذره. الحمدلله. چطور هستین؟ امروز ماه مبارک. الحمدلله خدا را شکر. خیر میگذره؟ بخیر هستین؟ آرام هستین؟ سلامت. خانه آمد. 2 ماه پیش شما اومدم. بله بله یادم هست ان شاء الله. نامتان چی بود؟ میاد. نام غلام سخیر ابزاده. غلام سخی جان ابزاده. ما برای همه معلم صاحب بزرگوار یک سر مواد خوراکی میگیریم مثل که 2 ماه پیش برای یک نفر برای فقیر ما. بله یادم است. در این ماه مبارک رمضان برای معلم صاحب یک سر مواد میگیریم. شما فقط مثل که ما فی سابق گفتیم مردم عین سناریو سرش دلتان بکنید. خوش. ما براتون میگیم که مطار حساب بکنید. درست است. نوشته بکنید در آخر باز جمع بکنید. مهربانی کنید شما بفرمایید چه بکار است؟ آرد بچه چاپ چند است؟ آرد بچه چاپ با شما از آرد لمبر 1 ببرین. لمبر 1 او خوبتر است با شما. از بچه چاپ کنه 2 سر با شما. آرد خوبش، آرد گارانتی، آرد ضمانتی. از بچه چاپ کنید؟ بله طبعا 100% ان شاء الله. نوشته. چند بوجی؟ یک تا دلار 69 اومده خبر داری؟ خبر دارم بله. ما دین روز مواد خوراکی خریدیم. این روز هم خریدیم. کل قیمتا برام بالا. ان شاء الله میفهمم. روغن 5 لیتر چند؟ روغن 5 لیتر به شما شمار میکنیم 480 درصد. صحیح است. چند دانه؟ 1 دانه. مهربان دیگه. برنج وطنی چند؟ برنج وطنی متوسط باشه خوبتر باشه. امی هم پلاو شام کناش. 4 افغانی هم داریم 350 افغانی داریم. همین 400 بهترین برنج هم میته. هم لابدار می هم شیرین است. چند سیر؟ 1 سیر. دیگه. لوبیا چند است؟ لوبیا هم به شما شمار میکنیم 100 افغانی فعلا. لین 2 کیلو نوشته. ماش چند است؟ ماش به شما 90 افغانی. ماش خیلی تغییر نکرده. بله. ماش خیلی قیمتاش تغییر نکرده. 90 افغانی است. بله بله بله. کیلو ماش. دیگه. دیگه مکرونی چند است؟ مکرونی بوی خلطش می 200 افغانی، کیلو می 50 افغانی. 2 کیلو مکرونی بگیریم. شکر 55 است. بله بله. 2 کیلو شکر بگیریم. خیر مشکل است. خوش. مکرونی 2 کیلو دیگه. شکر بگیریم. شکر چقدر بگیرم؟ 2 کیلو. دیگه. چای خود 250 بود نه؟ چای 250 هم داریم، 3 سر هم داریم، 3 نیم سر هم داریم. 50 نیم کیلو بگیریم. خوش. نیم کیلو. خوش دیگه. مایه زرچوب 100 بود. ریکای بله 100 درصد. چند دانه؟ 1 دانه از بگیریم. ماشاءالله نرخ‌ها را دقیق خبر داریم. آی تو من تنها من خبر ندارم، کسایی که منظم ما را میبینن کلشون خبر دارن. ان شاء الله. خوش دیگه. دیگه او آشکا 20 روپیه است نه؟ 25 افغانی 3 ایرانی اول است. خب بله. 25 خیلی 4 دانه بگیریم. خوش. خوش دیگه. روپ هم 100 افغانی. بله. صابون هم 25 افغانی به شما خیر. کتاش ای بود نه؟ نه او را بگیرین او خوبتر است. ای؟ بله بالانگر بگیم بسیار مالزی است، مال خوبش است، بوی نمیته. چند است؟ ای به شما 25 افغانی. ای باز چند است؟ ای به شما 30 افغانی. خب از این بگیریم. چند دانه؟ 4. 4 دانه است. دیگه؟ دیگه جمع بکنیم فقط یک کچالو پیاز از او از اونجا گرفته می‌کنیم. درست است. 480 400 لوبیا 2 کیلو 200 چند شد 3200 به 3200 سلامت. السلام علیکم. بس بخیر هستید؟ دیگه واسه کامبو داریم بسم الله. صحیح شد؟ صحیح شد درست شد. بله 3000 ما چیزا را جمع بکنیم باز بلش هم برای ما بتن. درست است. ما میرم برای ولی صاحب یک سیر کچالو یک سیر پیاز از همه جمعه. سلامت. خانم. جناب مجلس محترم 3200 افغانی ما بر شما از جماعت خوراکی گرفتیم. 320 افغانی ما از اونجا براتون کچالو و پیاز خریدیم.
100 روپये کرایه رکشا براتون میتونم برگ سبز صوفی درویش قبول بردن خانه آباد سلامت باشین افتخار ما هستیم مالشه فرق کنیم گوش بتن افتخار ما هستیم سلامت خانه آباد بخیر باشین از شما یک تشکری ویژه خانه آباد بخیر باشین بخیر باشین بیننده عزیز ما برای معلم صاحب بزرگوار که قبلا معلم بود اما فعلا حوصله‌اش نداشت شما دیدید که چه کار میکردن ما هم رفتیم برشان از پول الله کریم رحمانی با مبلغ 3620 افغانی مواد خوراکی خریدیم تنها البته مواد خوراکی نبود 3200 مواد خوراکی شد 320 هم یک سیر کچالو و یک سیر پیاز شد و 100 افغانی پول نقد برشان دادیم که جمله 3620 افغانی شد دیره برشان تصدیق کردیم از آقای کریم رحمانی یک تشکر ویژه میکنیم حالا دیگه چند روز میشه در مزار شریف گرمی شده احساس میکنیم در حالی که فقط در پای جلسه خورشید فرمان شام نه طاقت سردیش داره نه طاقت گرمیش داره یک نفر دیگر هم مونده برسون ان شاء الله مواد خوراکی میگیریم تا فردا خداوند حافظتان باشد ان شاء الله باز بخیر فردا باز با شما با هم سر میخوریم چینل ما را دیگه لطفا سابسکرایب بکنید که به حمایت ارشد شما ضرورت داریم لطفا چون ډیر مننه کوم بیا هم غواړي دغه کسانو ترڅنګ ودرېږي